یه اشتباه کوچیک ماشین تا آتیش میزن. تا آخر این ویدیو با من باش. چرا رو بعضی از خودروها لامپی که بیشتر از 55 وات باشه جواب نمیده؟ اگه خودرویی مثل تارا، ریرا، دنا پلاس، سورن پلاس دارید حتما به این مشکل برخورد. دلیلش قطعه‌ای به نام یونیت کنترل بدنه یا همون BCM. کار BCM چیه؟ BCM کارش کنترل چراغای ماشینه. پس اگر شما لامپی از استاندارد خود ماشین بیشتر نصب کنید، یعنی از 55 وات بیشتر نصب کنید، اونو جریان برقشو غیر عادی تشخیص میده و ممکنه چراغای ماشینتون درست کار نکنه. حالا سوال پیش میاد که ما اگر نور ماشینمون کمه و این کارم نمیتونیم بکنیم، راهش چیه؟ راهش اینه که شما به جای لامپ 100 وات از لامپای استاندارد و با کیفیت استفاده کنید یا از هدلایت. حالا هدلایت های 30 وات و 55 واقعی تهیه کنید و روی ماشین بندازید. که تا آخر این ویدیو با ما بودید. اگر از این آموزش خوشتون اومد دکمه لایک و سابسکرایب رو بزنید.